سلام، دکتر نازک تبار هستم. روانپزشک هستم، متخصص اعصاب و روان، ساکن آلمان، دانش آموخته آلمان. امروز میخوام راجع به یه مسئله مهمی صحبت کنم. چطوری توی همون یه مقداری البته ممکن تکراری باشه این ویدیوی من، ولی یه جنبندی درونش داره که کمک کننده است. چطوری من توی همون اوایل دیتی که دارم، اوایل دیت یعنی چند تا ارتباط اولیه‌ای که دارم با یه نفر دیت میکنم برای آشنایی و اینطور چیزا، بتونم تشخیص بدم که طرف مقابل من در واقع نارسیست هستش. البته بگم این کار خیلی سختی هستش، مخصوصا وقتی که حالا شاید برای گروه حرفه‌ای مثلا روانشناس روانپزشکا یه مقداری ساده تر باشه، ولی چون یه دلیلش هم این هستش که اون آدمی که مقابل ما میشینه یه ذره صادق تر و شاید یه ذره رو راست تر شروع میکنه به صحبت کردن در مقایسه با کسی که مثلا تو میخوای باش آشنا بشی که خب با نقاب و ماسک و اینطور چیزا دیگه مثلا معمولا، یعنی یه ذره معمول هم هست، یه ذره طبیعی هم محسوب میشه که ما به قول آلمانیا در واقع شکلاتن زایته، یعنی قسمت شکلاتیمون رو در واقع نشون میدیم، قسمتمون که سایه هستش رو سعی میکنیم بپوشونیم تا یه حدی نرمال هستش. ولی حالا چطور ما میتونیم همون توی اون ارتباطهای اول در واقع این تشخیص رو بذاره؟ تشخیص که نمیتونم بگم، میتونم بگم این حدس رو داشته باشم، یعنی پس ذهنمون داشته باشه ممکن این طرف آدم خودشیفته باشه که خب مثلا اگه مثلا چون اوایل آشنایی هستش و اینطور چیزا و متوجه این مسئله شدیم، خب کنار گذاشتنم خیلی راحت تره دیگه. حالا من در رابطه با این مسئله 10 تا در خصوصیت رو نوشتم، شروع میکنم به اینا رو گفتن. یکیش این هستش، به شدت اگوسنتریک هستن. اگوسنتریک هستن یعنی چی؟ یعنی ببین مثلا میشینه با شما داره صحبت میکنه، مدام قضایا در مورد خودشه، در مورد خودش صحبت میکنه، به شما در واقع اون زمان حرف زدن رو نمیده، مدام در مورد این هستش که من چیکار کردم، کجا چیکار کردم، چه موفقیت هایی داشتم، یا اصلا کلا یا چه مشکلی اصلا دارم، یا میخواد یه مسئله رو برای شما تعریف کنه و کلا خیلی اون در واقع فضا رو اصلا به شما نمیده. کلا میبینی مثلا نشسته با داره صحبت میکنیم، میبینی مثلا چه میدونم 2 ساعت 3 ساعت کلا ایشون در مورد خودش نشسته حرف زده. و بلدم مثلا البته بگم مثلا تو اگه شروع کنی که مثلا در مورد خودت بخوای یا کم صحبت بکنی، یه جوری قضیه رو میچرخونه که بازم آخر سر توپ میفته تو زمین ایشون و بعد شروع میکنه ایشون در واقع صحبت کردن. من مثالم آخرش میزنم که حالا یه نمونه براتون. یه چیز دیگر فراموش نکنیم، اینها به شدت جذاب هستند، چارمند. البته خب یه دلیلی داره که آدم ها گیر اینا میافتن، به خاطر اینکه اینها خیلی خوب بلدن پرزنته کنن خودشونو، در واقع اون قسمت شکلاتیشون خودشون رو بلدن عالی پرزنته کنن و اون شتن خودشون رو، اون قسمت سایه خودشون رو بپوشونن. به خاطر اون جذابیتش که در واقع آدم ها جذبشون میشن. مثلا یه دفعه میاد تعریف میکنه اوه چه آدم موفقیه، چقدر مثلا بالاتر از حد نرمال هستش، نمیدونم اینطور چیزا. درجه اون جذابیت رو خوب دارن دیگه. سومین چیز کنترل کردن. شما توی همون اوایل اون ارتباط میبینین که این آدم به شدت کنترلگر هستش. این کنترلگری خیلی اهمیت داره. ببین زمان چیزو تعیین میکنه، نمیدونم جایی که میخوایم بریم رو تعیین میکنه. شما احساس، ببین کنترل شدن چیزی هستش که در واقع حسی هستش. شما داری احساس میکنی که یه نفری همه چی رو دستش گرفته و داره انجام میده و شما در واقع دنبال روی اون آدم هستی. ممکنه اوایلش هم خیلی جذاب باشه، مثلا به نظر برسه که مثلا چون آدم با مسئولیتی هستش داره این کار میکنه، بعد میبینین که یکم که جلوتر میبینین که نه، در واقع داره کنترل رو از دست شما کاملا خارج میکنه. ببین مثلا توی رستوران و اینطور چیزا هم میرین، مثلا توی رفتارش با اون گارسون و اینطور چیزا این رو میتونین حس بکنید. همه چیز باید دستش باشه، اونو مشخص کنه، کارا رو دستش میگیره. به معنی میگم مسئولیت پذیری نیستش، حالا یه مقدار رابطه بگذره از همه اینها، حالا
استفاده هاشو میکنه. اگر یک کوچکترین چیزی اول رابطه بهتون نشون داده و برای شما بوده، بعدن از دماغتون حسابی خارج خواهد کرد. ولی در واقع اون کنترلگری هستش که مد نظر من هستش و فکر میکنم این مسئله حسی هستش، این که شما حس میکنین که داری کنترل میشی و طرف میخواد کنترل همه چی رو دستش بگیره. چهارمین چیز چه هستش؟ امپاتی. امپاتی یعنی چی؟ یعنی درک در مقابل آدم مقابلش نداره. خب امپاتی نداشتن، همدلی نداشتن که یه چیز خیلی خیلی مهمه. ببین وقتی چجوری میفهمیم که نفر همدلی نداره؟ ببین اولا که شما وقتی قضیه رو دارین تعریف میکنین، از خودتون دارین تعریف میکنین، یه حالت بی‌تفاوتی داره، یه حالت براش خیلی اهمیتی نداره که داره چی گوش میده. یا ممکن هستش ببین اینا حسی هستش، اینکه مثلا احساس کنه یه نفری داره بازیگری و بازی میکنه که مثلا داره درک میکنه. این فرق میکنه با اینکه حس کنی یه نفری واقعا عمیقاً احساساً با دلش شما رو درک کرده، شما رو فهمیده. یا وقتی در مورد آدمای دیگه صحبت میکنه، خیلی معمولاً میبینید این همدلی و درک اصلا وجود نداره. یه مثال بزنم، باز البته آقایون میان شکایت میکنن، میگن که چرا در مورد خانوما صحبت نکردی. در مورد خانوم هم صحبت میکنم. مثلا در مورد یه آقا، خب ببین ارتباط جنسی با یه نفری داشتن و وقتی در مورد این مسئله صحبت میکرده که حالا چجوری سرش کلاه گذاشته و بعد مثلا اول فریبش داده به معنی اینکه مثلا میخوام ارتباط داشته باشم و رابطه میخوام و اینطور چیزا، و بعد از اینکه مثلا خرش از پل گذشته، در واقع طرفو خب دیگه حالا ترکش کرده. ببین زمانی که داشته تعریف میکرده با یه حالت این که من خیلی زرنگم، بیخیال بابا، نمیدونم چه میدونم، نمیدونم، یعنی اصلا یه جوری که ابداً درکی از اون آدم مقابل و اتفاقایی که افتاده ممکن چه تأثیر رو آدم مقابل داشته باشه و اینطور چیز اصلا نداره. اصلا تعطیل. بعد اینو شما حسش میکنین یه جایی، مثلا وقتی میبینین که خیلی عجیبه چیزی که داره میگه و شما مثلا میبینین هیچ حس و عاطفه‌ای داره توش نیستش، خب اونجا دقیقاً به شک بکنین که این آدم همدلی اصلا نداره. یا مثلا یه خانوم خودشیفته، حالا یه مثال بزنم صدای آقایون در نیاد، مثلا یه خانم خودشیفته، ببینید به دوستش که میرسه همیشه در حال غر زدن در مورد چیزایی که مسائل خودش هستش. خب صحبت کردن و خانم‌ها دوست دارن، سبک میشن، حس خوبی بهشون دست میده وقتی که با دوستشون، با دوستای همجنس خودشون مثلا یا حالا هر کسی صحبت میکنن. این مثلا این خانم خودشیفته زمانی که مثلا خودش چیزی ذهنش رو مشغول کرده، ناراحته، غمگینه، به دوستش زنگ میزنه، از دوستش قشنگ میشینه مغزش رو میخوره، 1 ساعت تمام از گوش مفت در واقع استفاده میکنه، 2 ساعت تمام از گوش مفت استفاده میکنه و دوستش هم حالا یه آدمی هستش که همدلی بالایی داره، درک بالایی داره، میشینه همه چی هم گوش میده. بعد وقتی قضیه برعکس میشه، طرف یه دفعه برمیگرده میگه که من اصلا از این اخلاق غر زدن و شکایت کردن و اینطور چیزا اصلا خوشم نمیاد. و مثلا شما میبینید که این حالت گوش کردن و شنیدن و اینطور چیزا، این حالت یک طرفه‌ای فقط داره. فقط زمانی که ایشون مثلا شکایتی داره یا اذیت شده یا نیاز به گفتگو داره، سمت شما میاد و وقتتون رو میگیره. ولی وقتی که شما مثلا یه اتفاق بدی هم براتون افتاده و اینطور چیزا، خیلی با حالت بی‌تفاوتی در واقع، یعنی چیزی که از سر دل در واقع نیست، از سر احساس و قلب نیستش که داره باتون صحبت میکنه. اگرم چیزی میگه درست میشه، حالا درست میشه، آره امیدوارم، خب حالا ایشالله خوب میشی، به همین سادگی و پای در واقع حرف و صحبت دوستش نمیشینه. این هم در واقع هم عدم همدلی هستش. خب یه چیز دیگه ای که هستش، به اصطلاح اون حالت خود بزرگبینیشون و اینکه دیگران رو از بالا به پایین میبینن و ببین لزوما اول رابطه با شما این حالت رو ندارن، ولی دقت کنین از دیگران وقتی صحبت میکنن چجوری صحبت میکنن. آیا صحبت کردنشون از دیگران از یه نگاه بالا به پایین هستش یا اینکه مثلا یه نگاه در واقع برابره؟ شما این رو حس میکنین. مثلا در مورد همسر سابقش صحبت میکنه، خیلی حالت بعدی داره حرف میزنه، در مورد
دوستش داره صحبت میکنه در مورد اون، آشنا داره صحبت میکنه در مورد محل کارش داره حرف میزنه، مدام در واقع از حالت بالا به پایین هستش. اولا یعنی نگاه تحقیر کننده به دیگران داره، دومندش هم که همیشه هم دیگران مقصر هستن، یعنی در واقع اون احساس مسئولیت پذیری رو نداره، یعنی این هیچ وقت گناهی توی مثلا تمام وقایعی که میفته نداره، بقیه همیشه هستن که مقصر هستن و مسئولیت نمیپذیره. یعنی این در واقع مهمترین خصوصیت اونها هستش که مسئولیت آنچه که اتفاق افتاده رو نمیپذیره، مدام به دیگری تقصیر رو گردن بقیه میندازه. دیگه ششمین در واقع این هستش که ششمین خصلتی که میتونه بهتون کمک کنه توی اوایل رابطه رفتار مانیپولاتیو هستش. رفتار مانیپولاتیو یعنی چی؟ ببین مثلا شما یه سری چیزا براتون ارزش هستش، یه سری چیزا رو نمیخواین که اتفاق بیفته. مثلا توی رابطه مثلا اولین بار رفتین یه نفری رو دیدین، نمیخواین اصلا ببوسینش، مثلا جزو ارزشای شما نیستش، یا مثلا برفرض 2 دفعه 3 دفعه دیدینش، بعد مثلا سرین قرار نیستش که باهاش برین خونه و اینطور چیزا، جزو ارزشای شما نیستش، شما نیاز دارین با طرف مقابلتون رو بیشتر بشناسین. سمتتون که میاد اینو حتی بهش میگین، خب ولی با وجود این مدام سعی میکنه که اون چیزی رو که خودش میخواد شما رو به اون سمتی ببره که اون رو دریافت بکنه. و توی این مسئله چه اتفاقی میفته؟ مرز شما نادیده گرفته میشه، یعنی اهمیتی به مرز شما نمیده، براش اهمیتی نداره که شما چی فکر میکنین، چه احساسی دارین. میگی بعدش مثلا من حس بدی پیدا میکنم، اصلا نمیخوام، نمیدونم، احساس گناه پیدا میکنم، اصلا براش مهم نیست، خودم سرزنش میکنم، اصلا براش مهم نیست. مهم این چیزی هستش که خودش میخواد و با کمال وقاحت اصرار که اصلا هم براش اهمیتی نداره که حالا برفرضن شما میخوایی مسئله رو یا نمیخوای. خب توی این قسمت ماجرا بخوام برای در مورد آقایون مثال بزنم، از یکی از ایمیل ها در واقع کمک میگیرم. منیپولیت هایی که شاید در مسائل مالی یه زن خودشیفته انجام میده توی همون اوایل رابطه که خیلی توقع بیش از اندازه بالا داره. شاید این رو میتونم مثال بزنم از یه خانم خودشیفته. البته زن خودشیفته منیپولیشنش میگم چون بیشترش هم خودشیفته پنهان شاید باشن، خیلی هاشون هم از این مسئله استفاده میکنن که اون حس قربانی رو بدن، میگیرن، یعنی اون در واقع در جایگاه قربانی قرار میگیرن. بعد خب خیلی از آقایون هم چون دوست دارن که مثلا نقش قهرمان رو بازی کنن، قشنگ میافتن توی چاه. این در واقع یه جور منیپولیشن دیگه. خصلت خیلی مهمی که اون اوایل مخصوصا توی ارتباط هستش و شما میتونید از روی اون تشخیص بدی که طرف مقابل من ممکن نارسیست باشه. اولا اینو من بگم، من الان 10 تا رو تموم میکنم، ولی به این مسئله توجه کنین که تقریبا هر 10 تا رو اون طرف باید داشته باشه. اگر فقط یکیشو دارین میبینین کفایت نمیکنه. اگر یکیشو یه بار دیدین، توی دیت بعدی، توی دیت سوم اینو مثلا دارین فقط یکیشو داره میبینی بقیه‌شو داره نمیبینی، سریع به طرف مارک مثلا چیز نزنید. و ماجرام یه چیزی هست، ببین چیزایی که دارم میگم خب در واقع آدم‌هایی هستن که ارتباط داشتن باهاشون خیلی خوشحال کننده نیستش دیگه. حالا اسمشو میخواین شما نارسیست بذاری یا میخواین نذاری، وقتی میبینی که تمام این چیزایی که من دارم میشمارم رو داره، دنبال این نگرد که حتما اسمش نارسیست هستش یا نیستش. فاصله بگیر، چون کسی که مرز تو رو اهمیت بهش نمیده، کسی که مدام داره منیپولیت میکنه تو رو، داره از بالا به پایین نگاه میکنه، خب اینها تو دراز مدت اینقدر بهت آسیب میرسونن. خب چه کاری؟ من تازه دارم دیت میکنم طرفمو. خب 7مین خصیصه که خیلی مهم هستش، این حالت غیر قابل اتکا و غیر قابل اعتماد بودن. این شما از دیتتون یه حالت گیجی داره، یعنی یه عدم اطمینان داره. این دوباره با هم دیگه دیت خواهیم داشت، نخواهیم داشت، از من خوشش اومده نیومده، یا اگه مثلا یه چیزی باهاش گذاشتی، قراره باهاش گذاشتی، قرار داریم ما الان یا نداریم، اون قراره جدیه، قراره جدی نیست. یه حالتی که میای، حالت گنگی و گیجی داری که مطمئن نیست اصلا دفعه بعد دوباره میبینیش یا نمیبینیش. خب این خیلی مهم هستش. این در واقع
آدمی که مطمئن نیست، آدمی که اون اطمینان رو به شما نمیده. این قسمت برای چی مهمه؟ مخصوصا کسایی که درباره بی‌ثباتی هیجانی دارن، در واقع رهاشدگی دارن، خیلی توی این مسئله، توی این در واقع خصیصهشون گیر میکنن، چون اونها یه جورایی توی کودکیشون با مادر و پدر نامطمئن، غیر قابل اعتماد، غیر قابل اتکا روبرو بودن، اینجا در واقع گیر نارسیستا میفتن، چون اونها هم همون چیزی هستن که اونها توی کودکی خودشون تجربهش کردن و یکی از خصلتایی که اینا دارن این هستش که آدم‌های قابل اطمینان و اتکای نیستن. حالا تو همون اوایل رابطه، یعنی همون دیت‌های اول هم توی مسئله که طرف خیلی نمیتونی بهش اطمینان کنی، یعنی این حسو نداری که الان من دیدمش، این از من خوشش اومده، خوشش نیومده، من دفعه بعد میبینمش، دفعه بعد نمیبینمش، حالا خیلی مثلا خیلی خوش گذشته، 3 ساعت نشستی حرف زدی، خیلی هم مثلا کیف کردی و فلان چنان، ولی با یه حس عدم اطمینانی ازش میری بیرون. دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه پنجم همیشه این حس عدم اطمینان هستش و حالا تازه توی گذشته زمان یه ذره این حالت حس عدم اطمینانی که به شما میده تازه شدیدتر هم میشه. یه چیز دیگه ای که هستش این هستش که اینها آسیب پذیری خودشون رو نشون نمیدن. آسیب پذیری عاطفی، مثلا چیزی که مثلا از کودکیشون، ببین آسیب پذیری عاطفی یعنی که مثلا من یه نقصایی رو دارم، من از یه چیزایی میترسم، من ببین بازیگری نمیگم، بازیگری و سوء استفاده من نمیگم، خب این که مثلا یه نفری میاد از شما به عنوان گوش مفت استفاده میکنه برای مثلا مشکلی که داره، اونم تازه خیلی هم براش مسئله شاید نباشه، داره از شما سوء استفاده میکنه برای اینکه خودشو خالی کنه، تخلیه کنه و فلان، این قضیه فرق میکنه. اینکه واقعا به شما نشون بده که آسیب پذیری داره، اینکه مثلا مثل چی؟ اینکه مثلا من میترسم، اینکه من انقدر قوی نیستم، من انقدر شجاع نیستم که مثلا بقیه دارن میبینن. ببین اینا یه صداقت‌های خیلی عمیقی هستش. خب شاید مثلا یه مقداری رابطه عمیق‌تر لازم داشته باشه، ولی اون اوایل هم تو احساس میکنی که طرف انقدر خودش رو بالا میبینه، انقدر در واقع ضربه ناپذیر خودش رو میبینه و نشون میده، نمایش میده، که شما فکر میکنی اصلا مثلا با چه میدونم یه آدم روینتن طرف هستی اصلا. خب معمولا ببین میاد مثلا میخواد وارد ارتباط جسمی با شما بشه، ولی ارتباط عمیق عاطفی رو در واقع اینا بلوک میکنن به وسیله همین مسئله، چون ارتباط عمیق عاطفی یکی از لوازمش که داره، یعنی لازمش این هستش که تو اون آسیب پذیری عاطفی خودت رو نشون بدی، یعنی خودت رو از نظر عاطفی اون آسیب پذیری رو نمایش بدی. دیگه چیزی که هستش اینکه مدام توجه میخوان، مدام تحسین میخوان. شما تو همون ارتباطای اول این مسئله رو حس میکنی که اون طرف مدام داره توجه میخواد. حالا ممکنه که توی اولین ارتباط بهتون نشون نده، ولی خب یه ذره دیگه قضیه مثلا رو میشه دیگه، این حالته که مدام داره توجه میخواد. حالا مثلا با چند نفرم تا حالا توی ارتباط هستش، حالا اگه از شما یه ذره توجه دریافت نکنه میره به سراغ بعدی، یا مثلا میبینید توی رستوران ها جلوی چشم شما مثلا ارتباطی که داره برقرار میکنه با اون گارسون و اینطور چیزا یه ذره زیادی صمیمی و خیلی داره به قول آلمانیا فلیرت میکنه، یعنی هی ما چی بگیم بهش، خیلی سعی میکنه صمیمی بشه با اینا. یه خصلت دهم، یعنی در واقع نشانه دهم همین حالت حسادت هستش. حسادت و این حالت رو به وجود میاره که خیلی مالکیت طلب، اینطوری بگم بهتره. چطوری؟ مثلا شما میخوای با خانوادت قرار داری، یا قرار دور همی با فامیل داری، نمیدونم با دوستت قرار داری، مدام ایراد میگیره، از همون اوایل هم شروع میکنن اینا معمولا، البته نه به این سادگی و مستقیمی، معمولا خیلی هم منیپولیت میکنن. آره من همین یه امشب و وقت داشتم، همین یه امشب و الان وقت دارم، ولی
تو همین یه امشبم نمیخوای که با من باشی، تو همین یه امشبم نمیخوای این قرار داشته باشی، همیشه داری نمیدونم با دوستات قرار میذاری، با آشناهات قرار میذاری، توجه نمیکنی من کی زمان دارم. یعنی یه جور منیپولیت کردن و شما میبینی که میاد هی یه جور حسادت و سعی میکنه شما رو دور کنه و یه جورایی فقط صرفا برای خودش نگه داره. برای خودش نگه داره که یعنی چی؟ یعنی میندازتون تو گوشه رینگ که در واقع کسی هم نیستش که به دادتون برسه. کم کم اطرافیان از شما جدا میکنن. اینا توی ارتباط وقتی که میگذره، توی ارتباطات طولانی مدت مخصوصا خیلی مشخص هستش. ولی توی اوایل ارتباط هم میبینیم وقتی مثلا میبینیم با دوستت قرار داری مدام داره غر میزنه، یا مثلا یه جورایی مشخص یا مثلا یه دفعه یه اتفاقی میفته، یا مدام مثلا میبینید که شما هم مثلا 4 جلسه 5 جلسه طرفو دیدین، کم کم شروع میکنه که آره تو نمیدونم با فامیل زیاد رفت آمد میکنی، فلان میکنی، چنان میکنی. این حالت مالکیت طلبی و این حالت حسادت که شما رو در واقع ایزوله بکنه. خب این از این 10 نشانه‌ای که یه بار خلاصه گفتم برای اینکه وقتی که میرین سر دیت اینها رو در واقع مد نظرتون داشته باشین. مثالش هم من والا دیدم، خیلی هم زیاد دیدم. سخت هستش، تشخیص دادنش اصلا آسون نیستش. آدمی که اگوسنتریک هستش، مدام همه چیز از خودش تعریف میکنه، اینطور چیزا حالا سخت نیست. آدم میبینه ولی جذابیتش که مشخص هستش، ولی یه ذره هم بایستی نگاه داشته باشیم. مخصوصا این مسئله که امپاتی نداره، چون بازیگرای خیلی خوبی هستن، یه ذره باید حواستون باشه و یه کمی با چند تا دیت در واقع مشخص میشه که این آدم وقتی که داره در مورد دیگران صحبت میکنه آیا واقعا همدلی هم دردی داره، یا در مقابل شما اون که داره نشون میده واقعا همدلی هستش از جنس عاطفه، یا داره نمایش بازی میکنه. و بله خب این آسیب پذیری عاطفی هم خیلی مشخصه. ببینید طرف خودش رو مثل رستم دستان و اینطور چیزا نشون میده دیگه، یه آدم خیلی موفقه، نمیدونم فلان چنانی که اصلا دیگه هیچ نقصی نداره، بی نقصه و نمیدونم. اگر حواسمون به اینا باشه میتونیم تشخیص بدیم، میتونیم. و یه خصیصه خیلی مهمی که هستش این هستش که توی یکم باشون ارتباط دارین، کم کم شروع میشه یه حس این که مثلا با اون آدم تو ارتباط هستی ولی عاطفه این طرف نمیاد، عاطفه نیست این وسط، احساس این وسط واقعا نیست، انگار یه جور بازیگری، یه جور نمایشه. فکر میکنم این مسئله خیلی حسی هستش و من قادر نیستم متاسفانه این رو خیلی خوب به کلام در بیارم. در هر صورت خوشحالم که ویدیوی من رو دیدین، سپاسگزارم. روز و روزگارتون خوش.